گزارش افتتاح مجلل‌ترین قصر عروسی، امپریال غزنه. مراسم افتتاحیه با تلاوت آیات از قرآن کریم آغاز گردید. امروز که برای برآمدن دوباره حکومت امارت اسلامی نظم و امنیت فرهنگ بازگشته و با حضور جمعی از مسئولین، شخصیت‌های فرهنگی، بزرگان و تعداد زیادی از مردم شریف غزنی برگزار شد. در این مراسم، مسئولین امارت اسلامی پیرامون ارزش چنین سرمایه‌گذاری‌هایی صحبت کردند و از تجارانی که در خارج از کشور هستند برای سرمایه‌گذاری دعوت کردند و اطمینان دادند که زمینه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند.
در این مراسم علما درباره سرمایه‌گذاری‌ها به منظور خدمت به مردم سخن گفتند و بر همبستگی، اخوت و برادری تاکید کردند و معتقد بودند که این ارزش‌ها اساس یک جامعه سالم و پیشرفته را تشکیل می‌دهند. در ادامه، مسئولین قصر به معرفی خدمات و امکانات ویژه خود پرداختند و از علاقه‌مندان دعوت کردند تا این مکان را برای برگزاری مراسم‌های خود انتخاب کنند. افتتاح قصر امپریال غزنه نه تنها یک دستاورد بزرگ در صنعت عروسی در منطقه است، بلکه نشان دهنده رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی غزنی نیز به شمار می‌آید. با این قصر امید می‌رود که زوجهای جوان بتوانند جشن‌های خود را در فضایی مجلل و دلنشین برگزار کنند و خاطراتی فراموش نشدنی بسازند. قصر امپریال غزنه با استفاده از طراحی‌های مدرن، فضایی دلنشین و جذاب را برای مهمانان فراهم کرده است. سالن‌های بزرگ با ظرفیت‌های متفاوت، طراحی دکوراسیون داخلی زیبا، نورپردازی خاص و استفاده از گل‌آرایی‌های خلاقانه، جلوه‌ای با شکوه به این قصر بخشیده است. این قصر با ارائه خدمات حرفه‌ای و متنوع، از جمله پذیرایی با غذاهای لذیذ و متنوع، تیم‌های مجرب خدمات دهی و امکانات پیشرفته، به یکی از بهترین گزینه‌ها برای برگزاری مراسم عروسی تبدیل شده است. همچنین امکاناتی چون پارکینگ وسیع و اتاق‌های ویژه برای میهمانان نیز در این قصر فراهم شده است. قصر عروسی امپریال غزنه با شکوه و عظمت خاصی به تاریخ 19 قوس 1404 در قلب شهر غزنی افتتاح شد. این قصر به عنوان یکی از بزرگترین و مجللترین قصرهای عروسی در منطقه شناخته می شود و با هدف فراهم آوردن فضایی لوکس و بی‌نظیر برای برگزاری مراسم‌های عروسی و جشن‌های خاص طراحی و ساخته شده است.
در پایان با پرتاب منورها و ترقه‌ها آسمان بالای قصر را نورافشانی کردند. به امید موفقیت و رونق روزافزون برای قصر امپریال غزنه و تمامی افرادی که در راه‌اندازی و مدیریت آن تلاش کردند.